تمام مردم ترکستان بعد از سلام میگو که من پدری 4 فرزند هستم، 2 دختر و 2 پسر. یک پسر دیگه پسر من میوبی ای مادرم خیلی تولد شده کسل فلج. بعد این خیلی دستاشو میگذه، همه دستاش یه دورای منه. وقتی که مادرش حیات بود زنده بود ما خطی پسرم کار میکردیم، یک مده زندگیمون پیش میرفت. حاضر اکنون بعدی رفتن مادرش 6 سال شده رفته از دنیا. سال 2017 برفت. پسر خود یکم پسر کلانیم. سلام علیکم دوستان عزیز، هموطنان گرامی، امیدوارم که صحت سربلندین. دوستان گرامی، خب نواری که میبینین یک پدر مراجعت کرده سالهای طولانی است که یعنی که فرزندش از تولد شدنش فلج مقصد تولد شدگی است. الان نمیدونم قریب 6 سال است چقدر است که نگاه بین میکنن، ولی در آخر مقصد که مراجعت کردن دامو که دیگر توب و توانش نداریم، دیگر قدرتش نداریم که برای او یک کلیسکه، یک پامپرس، دیگر چیزای لازمش هر روز مقصد که چیکار میکنه تر میکنه، خودش خسته بر اومده نمیتونه چون فلج است. میگه خب مراجعت کردن سخنهای خچه وزیر گوش میکنیم. خلاص کلام که از همتون احترامانه خواهش میکنیم که اگر دشوار نباشد نوا را پهن کنید و به همه با کدام خاطر نظم ویدیو که نام ویدیو را گذاشتیم که رقابتی یا که بهتر بودن کدام یک از این بلاگرها و هم خاطره که در وقتهای آخر دیدن که چقدر زوریشون نشان دادن، چقدر مقصد که یکدیگرش چه بالا گرفت. خواهش میکنیم که اگر شما یکی از اون پتیچوی هوا باشین میتونن که هم ویدیو را روان کنین و خواهش میکنیم که زوریشون الان نشان بدن که کدامش بهتر خوبتر میتونن که چیکار کنن و همین نوار دستگیری کنن یا که با خودی همین نیازمند دستگیری کنن. خب پس معلوم میشود که کدام آنها فکر میکنیم که زور بودن در همین کاری خوب کردن دل یک مسلمان خرسان کردن. فکر میکنیم که انسان زور همین گونه انسان یا که انسان خوشبخت انسان است که مقصد که خوشحالی خرسندی یک کسی دیگر دیدن میخواهد میبیند. فکر میکنم خوشحالی در میای. خب همین اودیتوریایی نه چندان کلان و نه چندان خورده که ما داریم و همین خاطر ما لازم دونستیم که پیشنهاد همین پدر همین برادر را نکنیم، مقصد قبول کنیم به خاطر که خداوند همین قدر اودیتوری همین مثلا شما را مقصد بگیم که همین کانال ما ابونچی کانال ما که هستین رد کردن نتونستیم و در یک جایی چیکار میکنیم اگر چقدر که میتونیم کمک میکنیم و اگر باشین هم پادشکای برادرایی که دیگر بلاگرایی که هر کدامش یک شازگر شازور گرفت میتونن که ویدیو را روان کنین و بگین که مقصد که زوریتونه در کمک کردن نشان بدین. خداوند یار و مددگارتون. نوارا تماشا میکنیم و دستگیریش فراموش نمیکنیم ان شاء الله. خدا نگهبانتون. ما عاقبت کاری موندم، پسر و خطی نمیتونم یک جا جون بگم. امکانیت داشته باشین اگر همین کم کم همین پسر مده یادم کنیم همون پامپرس همون چیه همون ایسوسو
خداوند نگهبانتون باشه و پروردگار ایام ما و شما راضی باشد. سلام علیکم با تمام مردم شریف تاجیکستان. سلام با کلی مردم غریبانی در شهر غریب گشته. خداوند دست خیر شما رو سخت‌تر گردانه. ما در عائله 4 فرزند پدر هستیم. دو پسر و 2 دختر هستیم. همه برادر ما، همه دخترچه ما خیلی چیزتر گپ زنم به همه کسل فلج گرفتاره. دادر ما 40 ساله که ما با همه دادر معیوبم سرگردانه. خیلی تا وقتی که همه مادرم بدن یا 6 سال پیش مادرم زنده در قید حیات بودن. خیلی دشواری بعد نبود برادرها. پدرم قطعی اکای کلانیم کار میکردن. زندگیمون خیلی مشکلی بعد نبود برادرها. بازی در یک زندگی قرار داریم که خانه سفید پدرمونه سنی 70-71 در پدری مویه. اوجا دیگه قوای کاری هم ندارن. به همه پسرشون مشغولن. همه خواهش داریم از شما برادرها که همه اگر دستگیری کنین، محترم بلاگران همه ویدیو ما را التماس دستگیری کنین. ما را انشالله برادران شهرمردی خیرخواه و سخاوتمند هستند. ای خدای الهی مهربان باوری دارم که شما بلاگرها برادرها اگر دستگیری کنین ما را، همه ویدیو ما را پهن کنین با ما یک کمک شوه. ما از شما هم خواهش داریم برادرها. همه دادر کسلی مونده یک داروشه یگان 5 پیسه یگان چیشه مثال مبلغ قطعی کمک میکنن یا که یگان چیزی که مثال خیری که خشان عیدیلشان ببرن. ما همین محتاج و نیازمند به همه دادرم فقط یگان کمک میخواهیم دستگیری کنن. باقی الله ای هم از شما راضی باشه و خداوند خیر میکردگیتان به درگاهش قبول کنه پروردگار. همه ما و شما رو در پناهش نگهبان باشه. اگر کدامی که باوری نداره منم مرحمت دعوتش میکنه، منم مرحمت خونه بیاین سر یک پیاله چای ای نزدیک ببینین، مثال احوال دادری مرا بچه‌شتون ببینین، برای باور کردنتون برای چیکدنتون مرحمت بیاین سر یک پیاله چای یک صحبت گرم کرده با مثال ای پیش ای نزدیک هم صحبت میشیم. مرحمت تشریف بیارین.